حکم دادگاه شهری دوشنبه روز 22 دکبر صادر شد. مسئولین دادگاه با پخش یک خبرنامه گفتند دانیار سفروف به 22 سال زندان و سعدالله رؤوف به حبس ابد محکوم شده است. دادگاه آنها را به کشتار ایبدار کرد و مسئولین دادگاه در اظهارات گفتند گناهکاری این دو نفر با دلیل‌های ردناپذیر ثابت شده است. نظر محکوم شده ها و وکیلان مدافعشان به حکم فعلا دسترس نیست. هر دوی آنها 28 ساله و ساکنان ناحیه اسماعیلی سامانه پایتخت هستند. قبلا در نواری که توسط مقامات کارهای داخلی پهن شد، آنها به گناه خود اقرار کرده جای حادثه را نشان دادند، اما معلوم نیست که اقرار آنها تحت چه شرایط به دست آمده است. دو جوان تابستان امسال و بعد آن دستگیر شدند که مقامات جسد زمیرما حیدرova و مهرافروز خالمرزا را در محله خرنگانی ناحیه ورزا پیدا کردند. اولی 2 سال و 8 ماه و دیگری 5 ماه بیدرک بود. مسئولین دادگاه گفتند زمیرما حیدرova و دانیار سفروف سالها یکدیگر را میشناختند، ولی بعد آشنایی دختر با یک جوان افغان مناسبت آنها تغییر کرده است. به اطلاع رسمی مهرافروز خالمرزا یکی از قربانیان دیگر ماه اپریل امسال همچون مسافر به ماشین سعدالله رؤوف نشسته است. با گفته مقامات سعدالله رؤوف در داخل ماشین او را زده از حالت بیهوشی و عاجزیش استفاده برده او را به تپه‌های خرنگان برده است و پیشنهاد رابطه جنسی کرده است. البته معلوم نیست که سعدالله رؤوف در این باره چه نظر دارد و در دادگاه تا کجا به گناه اعتراف کرده است. این حکم در حال اعلان شد که بعد از نشر ویدیوهای گمانداران بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از مقامات خواسته بودند به آنها جزای سخت بدهند. ادعای به تحقیق مستقلانه چنین حادثه‌ها دعوت دارند. سالهای اخیر قتل بخصوص در زمینه رشک در تاجیکستان افزوده است. متخصصان مشکلات اجتماعی، آماده نبودن نوجوانان به حیات جنسی، شهوت پرستی و همدیگر نافهمی را سبب این افزایش مینامند.